به نام خداوند دانا و توانا، جلالتمآب محترم رئیس به جمهوری اسلامی افغانستان، جناب محترم دکتر صاحب محمد اشرف استاد محترم پوهنتون کابل، حضار بسیار عزیز القدر، مهمانان عزیز، دوستای عزیزی که از طریق مجازی همراه تالار وصل هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پوهنتون کابل مسرت دارد که بار دوم میزبان لکچرهای راهنمودی، سازنده و هدایتی جلالتمآب رئیس به جمهوری اسلامی افغانستان است. بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. به امید آرزوی موفقیت شما و لکچر بسیار خوش. تشکر. بخیر باشید. بخیر باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر قدرمندو استادانو، وزیر صاحب د لوړو تحصیلاتو جناب بابریس، ډېر محترم مشران، خویندې، محصلین، استادان او له ټول نه مهمتر ټول وطنوالو، لومړی تر ټولو د بشریت د ستر پیشوا تحفه در وړاندې کوم. السلام علیکم رحمت الله برکاته. د شلمې پیړۍ په دوهمې لسیزې کې موږ یوازینی مستقل اسلامي دولت په ټول نړۍ کې وو. ترکیه په جنګ کې وو، عربستان لا عربستان د سعودي سوی نه وو ټول. او موږ لومړی اساسي قانون، یو بهترین کتاب ورباندې لیکل سوی پروفیسور فیض احمد لخوا چې براون کې درس ورکوي. اولین قانون اساسی ما هیچ نوع مشاور اروپایی یا امریکایی نداشت. مطلق نتیجه فکر افغانی فکر اسلامی بود. اوسنی حالت ترازو. خوشحال خان وای لا یو شور رازنه لار نوی بل راشی مگر زه پیدا پورز د شور و شریم. و ورونو بعد ورزی رازی خی ورزیم رازی. زه د بدې ورځې ملاس مشرم او ورباندې ویاړ کوو. باز دفعه مردم پرسان میکنن مثل شپیگلواری، خواد برآمدی، خواد رفتی، ایلا خواد دادی. هر څوک بزی زه د تللو نفر نیم. دام کورده دام گرده. او بل افغانانو ته ګورئ، موږ دوه صفته لرو. یو د اتفاق قصې مو دي. وقتی چې افغانانو اتفاق کړی لویترین کارونه یې کړي دي په دومره کې ملک کې. ټوله دنیا هم لرزولې ده بار بار. د تمدنونو کور لویترین متفکرین هم ایجاد کړي دي. احمد شاه ابدالي دراني غوندې نفر درلودل، نور شخصیتونه هم درلودل ټول. بلې خواته دا ده دولتونه جوړوو په ساتلو کې کم راغلي. او دلیل یې څه ده؟ دلیل دا ده که فرمول جانشینی را نتانستیم یافتن. جمهوریت مسئله جانشینی را به صورت اساسی حل کرده. اینی نقطه کلیدی جمهوریت است. مجبور نه چې بیا لارس میراثی نظامو ته او په دې باندې وګورئ چې طبیعت در سره څه کوي. خو هرې کورنۍ کې ښه موزي بده موزي، اما جمهوریت د دې نظام ده چې د افغانستان لوی کورنۍ کې بهترین استعدادونه مخکې سي، وړاندې سي او د یو بل ځای ونیسي. میایم سر حالت فعلی. تصمیم رئیس جمهور بایدن یک تصمیم است که همه را مجبور به این کرده که دوباره فرضیه خود سرش غور کنه. تکرار میکنم، این نوع تصمیم است که تلاطم استراتژیک بر ما از بین برده. در 2 سال گذشته این ملت هر روز منتظر از این بود
که ببینه که امریکا میمانه یا میبره. و دو موضوع با هم مرتبط شد که با هم باید مرتبط نمی بود. برآمدن قوای امریکا و پروسه صلح. تصمیم استراتژیک رئیس جمهور بایدن برای ما روشنی استراتژیک آورد. نقطه کلیدی است که کل فکر میکنن که ابهام تنها به خطر مواجه است. در طول تاریخ قهرمانی کردیم. چی گپ است؟ در حالت ابهام چی نتیجه میده؟ فکر منسجم، تصمیم قاطع، عمل قاطع. وزیر خارجه بلینکن برای من تلفن کرد که صبح رئیس جمهور بایدن اعلان میکنه، بر تلفن میکنه اما پیش از این خبر لیک میشه. بسیار تشکر. وضع روشن شد. بعد از رئیس جمهور بایدن تلفن کرد. خیال میکنم 10 دقیقه گپ میزنیم، 45 دقیقه گپ زدیم. وقتی که ماحول تغییر میکنه دو حالت داریم. حالت عمومی است که مردم محکم میگیرن که ماحول تغییر نکرده. همه چیز بجای از عادتهای گذشته ما کار میده. حالت دومی است که ماحول به صورت اساسی در دستان بگیرین، منسجم باشین، از ماحول فرصت بسازین. شکل مدیریت و شکل مدیریت ما افغانا باید مدیریت فرصت ها باشه، نه تنها غرق شدن در خطرات. در خطرات تمام روز اگه سر خطرات گپ میزنین یکی دیگر ناامید میسازین. هم دست دکنه. بیاین سر فرصت ها به صورت اساسی گپ بزنین. خوشه به دکتر نجیب در هر جای هست یا نه؟ او زمان تا این زمان فرق نهایت زیاد داره. دیگه از اون خاطر من میایم اول سر فرصت ها. اولین فرصتی است که استحکام حاکمیت ملی میاد. استحکام حاکمیت ملی به چی اساس میاد؟ اول این ملت باید تصمیم بگیره که در ظرف 4 سال بودجه خود، عواید خود به حد میرسانه که ضرورت به گدایی نداشته باشه. عملی است در کان ثروت قرار داریم. اول موقعیت دار. 7 سال پیش فکر میکردین که یک مملکت ماهد به خشکستی. امروز کلتان درک کردین که در قلب آسیا قرار دارین، چهارراه کل جهان هستین. بر اعظم آسیا در 9 سال دیگه تا سال 2030 کلانترین قدرت اقتصادی دنیا بدل میشه. در بین 3 میلیارد نفر قرار داریم. یک کم خود تکان بتین، یکی از کلانترین صادرکنندگان در منطقه شده میده. و بدون استحکام شما، بدون ثبات افغانستان، فکر میکنید که پروژه تحول تمام آسیا و ارتباط آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تامین شده میتون؟ از سرمایه تان فکر کنید. دوم، 7 سال پیش فکر میکردین که آب افغانستان قابل مدیریت نیست. طولم ویلی دام نپریگدی دلتا محافظه کاری کو التا محافظه کاری کو. نن پدی باور لرئیس افغانستان و بچیختن لری کنه. موگه چختن یو. خدای جلشان او را کده موگه مدیریت کو. او پکاته بانده. کامل خان از قندار تا هرات گرفته کندوی کل منطقه میشه. ایواز از این که او مفت صادر کنیم یا تیل بتن یا پیداوار ما را بخرن. ده چی مشکل است؟ ده او بابل مدیریت میلیاردها دلار پیدا کن. قانونم تنها لیتیم تان 1000 میلیارد دلار میارزه. طبیعت ما یک دفعه در اینجا ثبات باشه، نقطه کلیدی برای ازی که از این ثروت استفاده کرده باشین چیست؟ حکومت داری، حاکمیت قانون، اسم مطلق مساوات شهروندی.
از این خاطر نقطه کلیدی بر تا نیست، اصلاحات وظیفه تنها اشرف غنی نیست. سر اصلاحات اجماع ملی را ایجاد کنیم. اصلاحات نباشه، منابع به صورت غلط استفاده شده یا نه؟ کمبود منابع خو نبود، استفاده منفی منابع بود. ما باید تصمیم بگیریم که حلقه نجیبه امکانات به چه شکل ایجاد کنیم. و این معناش چیست؟ برنامه ملی. حداقل 8 برنامه ملی که کل افغانستان در بر بگیره و 4 ستون اساسی داشته باشه. 1. تحکیم دولت. 2. تحکیم مارکت. 3. آمادگی برای صلح. 4. ملت سازی یا تحکیم وحدت ملی. هر برنامه ما باید 4 بود واضح به صورت اساسی داشته باشه تا ما به سر خود کفایی بریم. امکانش داریم، معلوم داریم، اما تعریف ظرفیت باید فرق کنه. سر تحول در ایست که شرایط خودتان برش نسخه بسازید. یا خانم قنداری به بهترین صورت چند ماه پیش را ذکر کرد. گفت اگر 5 متر ما 5 متر تکه داشته باشم و بدون از این قد و اندام ما به خیاط روان کنم، خو که جوړی کی یا برا باندې لاندې یا برا باندې اوږدی، خیاط شماست. شرایط مملکت باید جمع کنیم، چیز را برای از کشور باعث برنامه، باعث ابتکار تقدیم کنین که مردم درک کنن. اول ټولو نه عمده خبره اوس استحکام د ملی دولت د پاره ملی اجماع ده. ملی اجماع معنا دا نه ده چې 2 نفر معدود د دې مملکت راتلونکی تعیینوي. ولس باید ګډون وکړي. جمهوریت بدون جمهور معنا داره و خوشبختانه من چی میبینم در نبض ملت اجماع داره. قشر سیاسی انشاءالله تعالی میره به طرف اجماع سیاسی، اما نقطه کلیدی ما عمل، بسیج و اقدام به اساس اجماع ملی ما باشه و هدف ما باید باشه که یک دولت مقتدر که جوابگوی، دولت کارا شنوا که جوابگوی ضرورت ما باشه ایجاد کنه و او ایجاب پذیری میکنه که ولایت‌های خود به صورت واضح تعیین کنیم و به صورت واضح تطبیق کنیم. در این بخش حفاظت، حمایت از قوای دفاعی و امنیتی ما یک واجبه ملی است. په جنگ میدان کې نه دی بایللی هم دی او طالبان ته ما پیام واضح ده، په جنگ کې ایران نسی ګټي، سوله کې راتلای سي. فرق حلقه خرد و حلقه کلان چیست؟ یک دایره خرد استاد هستیم در دایره کلان جای میشه یا دایره کلان در دایره خرد. طالبان هدف چیست که مرا بکشد، اما من میخوایم ایران رو در آغوش خود بگیرم. امرای طفل طالب ما کدام تضاد دارم؟ یکتان تضاد داری؟ امرای زنی که در این منطقه زندگی میکنه تسلا وضعیت نه خبریه، روغتیا ورته رسیږي، ډوډۍ ورته رسیږي. هغه طالب باندې زناره کوم راسه نور افغانانو سره راسه هر شی به درته ورسیږي. دا کور د ټولو کور ده. که 2 کاله دلته سوله وي بیا راسئ پرمختګ وسنجوو. خو د طالبانو له عملات نه موږ $1 میلیارد 2019 کال کې له لاسه ورکړي. $1 میلیارد خبره په دې کې ده ملي حاکمیت کې باید ټول یو ځای شو. دا په ګډه جوړیږي و معنای دولت قوی دولت دیکتاتوری نیست. این با وضاحت بفهمیم. هم مرکزیت معقول و کارا وجود داره، هم عدم مرکزیت.
مسئله مرکزیت و عدم مرکزیت به یک شعار توخالی گفته ایرانی‌ها بدل نکنید. نقطه در است که هر سطح حکومتداری باید صلاحیت داشته باشه. امروز پروگرام میثاق شهروندی رو ببینیم. از این که انتقال صلاحیت زیادتر شده میتونه، زیاده از چند میلیارد دلار به ابتکار ما وقتی که ما وزیر مالیه بودم، باز رئیس جمهور بودیم، به قریه‌های افغانستان رفته یا نه؟ کلانترین سرمایه اجتماعی در قریه‌های ما ایجاد شده یا نه؟ ضرورت عزیز که ما فکر منسجم کنیم، ایجا ضرورت یک گفتمان ملی منسجم است و تحکیم حاکمیت ملی موجب اعتماد میشه. از او خاطر خواهش من از همتان، خاصتا از استادا، از علما، از مشرع قومی است که در گفتمان شریک شوین. وقتی که طالبا ببینن و دنیا ببینن که همه افغانا منسجم هستن، آینده خود فکر کرده میتونن، طرح واضح دارن، مسئله جمع میشه. بعد به صورت اساسی ما استحکام حاکمیت ملی خود و اصلاحات را که همه مردم بفهمن شکل بدیم. موضوع دوم، یک آوازه در کل جای است که مثل که اتحاد شوروی بعد از روسیه افغانستان را ترک کرد، در حال ترک کردن است. دیروز محب امرای مشاور امنیت ملی امریکا جلسه داشت. تمام تعهدات در قسمت حمایت جمهوریت به جای خود است. ما در حال مذاکره سر شیوه هستیم، اما نقطه کلیدی است. 7 سال پیش براتون نگفته بودم که مبراین؟ 2 سال پیش برای رئیس جمهور ترامپ مکتوب روان نکردم که براین؟ آله یک وضاحت واضح آمده که ما میتونیم خود جمع کنیم و تصامیم بسیار جدی را در مدت کوتاه بگیریم، چون ماحول تغییر کرد. در این تغییر ماحول فصل نو همکاری بین‌المللی ایجاد میشه. به صورت واضح وظیفه ما چیست؟ تنظیم از این منابع همکاری بین‌المللی. و اگر بجای ما باشین 4 سال زیادتر اتکا فکر نکنین، یک طرح اتکا به خود بیارین، نوع مناسبات بین‌المللی تان تغییر بدین. یک مرحله گذار رسم میکنیم، حمایت از سرش حساب کرده میتونین به صورت اساسی و خود دیدین. گپ در اینجا سر حمایت نیست، سر ساختن مکانیزم است و شیوه معصر استفاده از این حمایت، مخصوصا تعهدات در قسمت حمایت قوای پر افتخار دفاعی و امنیتی ما مطلق بجای است. ده انشاءالله تعالی منسجم کو و این حمایت اجماع بین تمام کشورهای ناتو، اروپا، کانادا، اینا کلش وجود داره. مردم حال به یک نظر نو میبینن و این ماهای آینده جهت تعیین میکنه. کل مردم از ما چی تقاضا داشته؟ خود دیدین تمام مصاحبه، CNN، شپیگل، غیره و غیره. شکایت داری، انتقاد داری، فکر میکنی مردم ترکت کردن؟ نه بابا، هیچ گپ نیست. نتیجهش چیست؟ حمایت کامل بین‌المللی از خاطر که با عزت همراهشان رفتار کردیم. در حالتی که ماحول تغییر میکنه، دوست بسازین نه دشمن، رفیق بسازین نه مردم خفه بسازین. آمد ماحول تغییر کرد. در تغییر ماحول فصل نو به صورت اساسی ما انشاءالله تعالی تعیین میکنیم. نقطه سومتون همکاری منطقوی است. اول 7 سال پیش آسیای مرکزی به چی چشم برطرفتان میدید؟ خطر 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 و کل ذهنیتی بود که با یک دیوار فکری آهنی از خاطر از اینکه از خطراتی که ناشی از افغانستان است جلوگیری شد. امروز تمام کشورهای آسیای مرکزی جمع قفقاز به صورت یک فرصت به طرفتان می‌بینند.
چی کردیم؟ بحث امنیت به بحث اقتصاد گشتاندیم، بحث محدودیت به بحث فرصت بدل کردیم. نه لویترین تجارتی مناسبات دیموک مرکزی آسیا سر دی کنه. قزاقستان نه غنم، خوست و پکتیکا که خرچی، قندار که خرچی که کنه 15 کال مخی آثار دیدینو ده برق لوی پروژه تا 5 کال افغانستان که شروع کیگی ده اگست په میاشت کې به انشاءالله تعالی تاسو وګورئ چې د تاپي کار شروع کېدل هرات کې او سږ کال به انشاءالله تعالی د هرات ښار باندې په سرعت حرکت وکړي. تب ته ګورئ نور د ریل پټلۍ از سال 1875 با منتظر خط آهن بودیم. اولین پروژه خط آهن بر افغانستان در 1875 از طرف کسی که کانال سوئیز ساخت ترتیب شد و در کتابخانه اعلیحضرت کتاب یافتم به زبان فرانسوی با تمام تحقیقات دقیقش. بعد از او در زمان امان الله خان یک هلندی را او آورد رئیس خط آهن خود ساخت. بعد از او در دوران داود خان شاه ایران 50 میلیون دلار سر فیزیبیلیتی یا سر امکان سنجی هستی. امروز افغانستان در بحث جدی میره که آسیای مرکزی و آسیای جنوبی چطور از راه خط آهن وصل شد و مسیر نو انشاءالله تعالی در 2 هفته سرش به نتیجه خود رسید. مردم چرا از منطقه آماده سرمایه‌گذاری هستند؟ از خاطری که آینده خود در این میبینند. حرف منافع مشترک محور است. و آخری نقطه، آیا لویدرستیز پاکستان و صدراعظم پاکستان امروز از طرحهای اقتصاد محور صحبت میکنن یا نمیکنن؟ جنگ مفکورا را خواهرها و برادرها بردین. برتان تبریک میگم، بیاین عملیش کنید. مگر هنر ده چیست؟ هنر ده ایست که شرکایتان بشناسین، درکشان کنید. برای هر سفر اول من برای آسیای مرکزی ما حداقل 400 ساعت کار کردیم. هر نطق رئیس جمهور کشور را که رفتیم تمام طرحهایشان، قانونشان، اصولشان، منافعشان سنجیدیم. و از همون خاطر بوده که در ظرف نیم ساعت ملاقات ما مبدل به دوستی شد. آینده تان از نگاه اقتصادی مطلق امرای منطقه است. میفهمین فیصدی رشد چین امسال چند فیصد خود باشه؟ 18%. 18%. و یک دفعه که هندوستان انشاءالله تعالی از کرونا برای باز حرکت خود دید. در یکی از متحرکترین مناطق دنیا قرار داریم. باید زبان مشترک پیدا کنیم. زبان مشترک زبان منافع است. همچنین زبان فرهنگ است. زبانهای افغانستان هر کدامش وسیله وصل است. ایجا ضرورت عزیز که زبانها را باید نقطه وصل ببینیم. دیاسپورا، ما کلمه دیاسپورا را به صورت عمدی استعمال میکنم از خاطر که یکی از کلانترین ثروت‌های افغانستان دیاسپورایش است. لطفاً این ذهنیت از مغزتان بکشین که مردم در دیاسپورا رقیب کارتان است. نیستن. اونا کلشان کار دارن اما ممدتان هستن. و از راه مخصوصا امسال میریم به طرف دیجیتال سازی. دیجیتال سازی دولت به شدت تمام امسال انشاءالله تعالی عملی میشه. این زمینه زیر فراهم میکنه که درس، صحت، اقتصاد به صورت دیگه منسجم کنه. اما نقطه داییست که همکاری منطقوی برتان کلیدی است. و ای چی میخواد؟ مدیریت زیربنا، مدیریت فکر، مدیریت طرح و مدیریت برنامه. و این از فضل خدا. اما خواهش من از شما است که طرز درستان، طرز تحقیقتان عملی بسازید. ضرورت عزیز که مدیریت به صورت اساسی بیاید و بازم مسئولیت و گزارشدهی به مردم به صورت واضح بیاید. و در اینجا بعد از این
دوستای مشترک داریم با همکارای بین‌المللی خود، مگر افغانستان در دشمنی‌های دیگه حصه نمیگیره. ما نمیخوایم میدان رقابت کس باشیم. 41 سال بس است. افغان‌ها حس بنیادی، حق بنیادی را که حق صلح است به حیث یک ملت و آرامی و ثبات است حاصل کردیم، در مشکلات دیگه داخل نمیشه. لارسی کافی نړۍ ډیره لویه ده که رقابت کوي یو بل سره نور ځای وکړي. موږ دروازې تړو، زړونه خلاصوو، اما د نفاق دروازې تړو. نفاق ته اجازه نه ورکوو او مداخلې ته اجازه نه ورکوو. نقطه دیگه ما موضوع توریسم است. چند کلمه در قسمت خدمتتون عرض. نقطه اول، تروریسم و دین مبین اسلام هیچ نوع ارتباط با هم نداره. هر کسی که تروریسم اسلامی میگه در این حال باید بگوین تروریسم عیسوی، تروریسم بودایی، تروریسم هندی، غیره و غیره. این موج پنجم تروریسم بین‌المللی است. دین مبین اسلام و تروریسم از هم جداست. تروریسم یک تکنیک است. این تکنیک باید همراهش مبارزه شد و در اینجا از همه قدم مهمتر است که ما شما اسلام شناسی را به صورت اساسی رواج کنیم. پیام مولانا چیست؟ پیام مولانا به طالب است که پیام عشق است، پیام محبت است، پیام است که در آغوش ما جایی میشه. سنایی پیش از دانته دوزخ تشریح کرد. اینجا ضرورت واضح است که ما ریشه عمیق فکری خود در دین مبین اسلام بدانیم. امروز اسلام از پیشتان اختطاف کردن. اختطاف کردن یعنی چه رضایی لرید؟ اصلا این در کجا جای داره؟ بیا به دسته مکتب سید شهدا را میفهمین دو شفت داشت، دو نوبت داشت. نوبت اول از بچه ها بود، نوبت دوم از دخترها. به دسته موتر انفجاری را آوردن در وقتی که دخترها در مکتب بودن و هم راه های برآمدنشان بند ماندن. این در کدام کتاب است؟ در کل دوران جهاد پر افتخار ما یک نفر خود انفجار داد در مقابل روسا وکړ. هغوی موږ باندې هر څه وکړل، وسوځول، څه را باندې ونه کړل، مخلوق څه وکړل. دلته ضرورت د دې ده چې دا بحث راسي او ښه والی په څه کې ده. نن ټول د اسلام علما در سره په یو صف کې درېدلي دي. یو ځای کې ده چې لږ څه سستي ده او هیله ده چې هغوی هم پوه سي. که مار لستونی که روزی برته تاسې چیچي. و در اینجا نقطه کلیدی، بدون یک طرح فرهنگی واضح تروریسم با زور محو نمیشه. باید به صورت اساسی از نگاه فرهنگی باید جهانگیر امپراتور در او وقت پادشاهی بود، تفکیک کرد. گفت بین دو اردو تفکیک کنید، اردویی که متشکل از علماست و اردویی که متشکل از جنرال است. گفت اکثریت وقت اردویی که متشکل از علماست به مراتب تأثیر زیادتر داره تا اردویی که متشکل از جنرال است. سوات ببینید، سید ترمیزی را امپراتوری مغول به سوات روان کرد. هغه کار چې پیر بابا وکړ ټول ونه کړل. پیادم دی آخوند درویزه. نو دلته ضرور ده چې یو بحث راسي علمای کرام ما باید در صف اول قرار بگیریم. و بازم از همین خاطر است که فاصله بین مکتب و مسجد، مدرسه و پانتونا را به صورت اساسی باید حل کنیم. زه چاپی نغواړم، زه په کورو کې ننوتل نه غواړم،
زه غواړم چې روښانه ورځ باندې که چا باندې شک لرو کلي د عالم نه سپینګیري نه هدې له خونه یې راوړو په خبرو یې راوړو قانع کړو. یکی از کلانترین ابعاد مبارزه با توریسم مبارزه فرهنگی است و در این پوانتونای ما، مکاتب ما، علمای ما، مساجد ما، کل نهادهای ما یک نقش اساسی در این بی‌طرف بودن هم میتونه. امروز کدام بخشی از این جامعه است که این بدبخت ها سرش حمله نمیکنن؟ بهترینای ما را، واکسیناتورای ما را، ژورنالیستای ما را، زنای برجسته، علمای کرام ما، بزرگای قومی، افراد اردوغه. از این جهت یک صف واحد ملی بکار است که اینا باشه برن. او خلق دی لارسی زه ټولو مشرانو باندې سپینګیرو باندې نارکوم لارسی په جرګې لارسی می پرېږدئ چې نور دا عمل وکړي. دلیل څه ده؟ خارجیان خو لاړل او که ما ویلي وای چې پاتې سي له ورځ نه چې زه ولشمړ شوی یم تاسو له ما نه یو ورځ اورېدلي چې دوی پاتې سي او څه فیصله یې وکړله ما ویل خدای پلاره لاړ شئ چې نوی فصل راوړو. نو دلته خو دا چې نشته اوس مو په پښو درېدلي یو په خپلو پښو درېږو. نقطه آخر در اینجا در فرصت ها پروسس صلح است. یک اجماع ملی وجود داره که ما افغان صلح میخوایم. در این کدام شک شبه است؟ نقطه اجماع ما سر خواستن صلح نیست. 5 سال پیش اجماع نداشتیم، امروز داریم و دلیلش چیست که با تمام اقشار از این جامعه صحبت کردیم. کل ما درد جنگ دیدیم، اما دو سوالی که با هم بسته شده بود دو موضوع امروز از هم جدا شد. قوای بین‌المللی میره به خیریت انشالله تعالی و با خاطرات نیک. امید داریم که اولادایشان خودشان بعد از تقاعدشان به حیث توریست کشور بیان، به حیث سرمایه‌دار بیان، به انواع دیگه بیان، به حیث معلم بیان. نقطه صلح افغانی شده با یک جانب ثالث. نام جانب ثالث جمهوری اسلامی پاکستان است. فرصتشان چیست؟ با یک صلح با ملت افغانستان، با دولت افغانستان بیاین، با همکاری مشترک رشد پاکستان حداقل 2% در سال زیادتر خواهد شد و از حوادث بعدی جلوگیری خواهد شد. وقایع ویز بحث ما خوب است، اما هر دو طرف شک داریم. فضای بی‌اعتمادی بین ما حاکم است. شکستن فضای بی‌اعتمادی قدم‌های بزرگ میخواد. ما امید هستیم که طرف مقابل ما قدم‌های بزرگ داره. که هغوی لوی قدمونه واخلي موږ همیشه حاضریم. که وای نخلي بیا زمان به وای. اما دو صلح افغانستان ته ضروري دي. یو پاکستان سره صلح، بل طالبانو سره صلح. یو له بله نه بیلیږي. او دلته ضرور ده چې موږ یو مشترک ضد باندې راسو. که خدای ناکرده افغانستان وښورېده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی. موږ یوازې نه یو، تړلي سرحدونه نه لرو، کرښې نه لرو، دا خلاص دي. نو ځکه ډېره ضروره ده چې دلته یو واضح فکر وسي. نتیجه گیری به صورت اساسی چیست از فرصت ها؟ پله فرصت ها از خطرات کده به مراتب زیادتر است. زن افغانستان در صف اول قرار داره، جوان افغانستان، تعلیم یافته افغانستان، تمام اقشار افغانستان صف دوم نیست. همه در صف اول دفاع از جمهوریت، از نظام، از هویت ملی خود، از هویت اسلامی خود هستیم. کل ما در بدری را دیدن یا نه؟ من سرنوشتم برتان واضح است. من 24 سال دور بودم. ارادیم بر 2 سال رفتن بود، 24 سال ماندم.
در بهترین پوانتونا درس خواندم، در بهترین پوانتونا درس دادم، در بانک جهانی بهترین کار داشتم. یک روز خوش نبودم. من مسئول آسیای جنوبی بودم و هر بار که سر افغانستان پرواز میکردم از دلم خون میریخت. هغه شی چې د ملک یو باندې نه یو او دې باندې واضح تصمیم ونیسئ چې بیا افغانان مارشل کېدای نشي، بیا در بدري ته نه ځو. په هر قیمت چې ده دا وطن جوړوو او پکې چې جوړېدلو ده. غنی خان میلی و چې په هر درې کې دې د تورې نښانې زما، په هر درې کې دې د آبادۍ نښانې د ما. زه دا وطن آبادوم، تاسو سره یې آبادوم، په ګډه یې آبادوم. لس واره د راسي وی خرابوي، پلونه بیا جوړېږي، راسي زړونه جوړ کړي او په ګډه که لاس ورکو دا وطن به نمونه سي. څه نه لرئ، خدای جل شانه څه نه دي درکړي، هر شی درکړي دي اتفاق راسي. او همغسې کارنامې چې په تاریخ کې م کړي دي چې په سختو شرایطو کې لوی تصامیم هم نیولي دي، همغسې تصامیم پکار دي. قسمت دوم میریم. ما با تلاطم آشناستیم، دنیا با تلاطم آشنا نیست. اما امروز در قرن 21 در این سال 2021 تمام دنیا در تلاطم است. چرا؟ یک، موج سوم بی‌اعتمادی یک موج دنیایی است. احزاب اروپایی را ببینید، از چپ و راست در حال انفجار است. دوم، انقلاب چهارم صنعتی را ببینید. تعریف کار، تعریف مسلکی بودن به شدت در حال تغییر است. ماشین ایجاد شده، کار را انجام میده. ارتباط انسان با ماشین یکی از نقاط کلیدی زندگی شد. سه، کرونا در موج سومش آمده، ختم خطرات صحی نیست. امکان از این که کرونا مانند امراض دیگه به نهایت زیاد است و دیدن که سیستم طبی جهان جوابگو نیست. نیویورک هم دیدن، حال هندوستان هم میبین، کل اروپا رو میبین. چهار، تغییر اقلیم است. در آسیای جنوبی پیشبینی بانک جهانی 60 میلیون بجا شده اقلیمی است، پیشبینی ملل متحد 100 میلیون است. افغانستان 14مین مملکت است که از نگاه تغییر اقلیم در خطر است. ما در گذشته هر 100 سال یک خشکسالی شدید می داشتیم. 1873 به نام خشکسالی فارس مشهور شد. هزارها قریه در شمال افغانستان خالی از انسان شد. 1973 خشکسالی را یاد داریم. 72 73 خشکسالی متوسط هر 33 سال می آمد. به حساب اساس استاد امین رئیس سابقه پوانتون و رئیس سابقه فاکولته ادبیات، حال خشکسالی ها دورش به 5 سال پایین آمد. باران مقدار بارش نسبتاً ثابت مانده، اما نوع بارش به صورت اساسی فرق کرده. حال به صورت باران برف نمیه، باران میه. کوه افغانستان بندهای طبیعی افغانستان بود. به سرعتی که حال آب میه بندهای کانکریتی جوابگو نیست. دکتر ناکامورا یک سیستم نو ایجاد کرده که راه حل است. اما اقلیم و نتیجه کلی از این چیز عدم مساوات در داخل کشورها و بین کشورها به اوج خود رسید. هیچ وقت عدم مساوات به این شدت نبود. از این خاطر دنیا در تلاطم است
کس برتان گفته نمیتونه که اینی رای چاره است، رای ما را قبول کن. نقطه کلیدی است که خودتان باید فکر کن. و قسمت زیاد کمک های تکنیکی باید دیجیتال شود. ضرورت از این نباشه کسی که دیگه بیا قدم بگذاره. خود با کارپرتین به صورت اساسی مدیریت کرده میتونه. تلاطم بزرگ از بین رفته. بزرگترین تلاطم از این خاطر بود که امریکا میمونه، ناتو میمونه یا نمیمونه. خب اگر 2 سال بعد برآمدن و امروز برآمدن فرقش در چی میمونه؟ طالبانو به شرایط تو باندې سوله منله، خو یوواري معلوم سي څه کوي، ځکه تلاطم حال کوچک شده. به این معنی که سوالای تلاطم، نقطه اول روایت است. روایت در چیست؟ آیا قوای دفاعی و امنیتی افغانستان میتونه از کشور دفاع کنه یعنی؟ همین سوال اصلی تلاطم تان است یعنی؟ خراب را داره. 40,000 قوای خاص کماندو هوایی داریم زیر یک کمانده واحد که به بهترین سویه تربیت شده. کمبود امکانات نداریم. تنها قوای کماندو داریم. با بهترین ها رقابت کردن یا نه؟ هر حادثه که در شهر کابل رخ داده در ظرف چند ساعت مدیریت شده. با مقایسه قوی ترین کشورهای دنیا رو ببینید در ظرف چند روز اونا مدیریت کرد. قوت داره. نقطه کلیدی شکل هماهنگی است. شکل هماهنگی در حال ایجاد است. قوای بین‌المللی بعد از این کشور حضور نخواهد داشت و ما استقبال میکنیم، اما همکاریشان در تجهیز، در تمویل و در تربیت دوام داره. حال مایره به صورت اساسی، چون این سوالایی بود که من در روز اول مطرح کردم، جوابایشان به صورت اساسی میگیریم. نقطه دوم انتقال وسایل است. زیاده از 1 میلیارد دلار وسایل برتان انتقال کرده. تنها میدانهای هوایی که برتان انتقال کرده 5 تا 10 میلیارد دلار میارزه. شکل استفاده سال. میدان شورابک در هلمند از نگاه ساحه و رنوی مساوی است با میدان دبی. از چی رقم مدیریتش میکن؟ در میدان هوایی قندار امکانات بر 14,000 عسکر بود. بگرام یک سرمایه بزرگ برتان در حال انتقال است و کمکات ای بخش مورد شک نیست. مائده امنیتی دو جانبه و پیمان استراتژیک ما با امریکا و مائده چند جانبه ما امرای ناتو به جای خود است و در این مائده ذکر قوا نیست. هیچ نوع عدد ذکر نشده. جمهوریت امروز مورد حمایت است، چون تعلق به این داره که ما نیت و اراده خود بر صلح نشان دادیم. طالبان باید ثابت کنه. در این حالت تلاطم کوچک است. تسهیل صورت میگیره. نوع مناسبات ما گفتم تان یک فصل نو دنیایی است. اینجا ضرورت واضح است که شکل مدیریت مستقیم ختم میشه. یک شکل نو به وجود میاد تا ما بتونیم و در اون نقطه کلیدی حسابدهی است. از این خاطر نقطه اول که خدمتتان ذکر کردم، بدون اصلاحات این فصل نو انجام داده نمیتونه. کلانترین عامل قطع علاقه دنیا فساد خواهد بود. فساد و بی اتفاقی دو عامل است که مردم از اینجا ناامید ساخته میتونن. فساد کنترل کنیم و اتفاق به وجود بیارین، تلاطم به صورت اساسی مدیریت میشه. از نگاه منطقه برتان عرض کردم. سوال تلاطم
حالا انتقال کرده به یک کشور که پاکستان باید فیصله کنه. سوال بنیادی چون جوابش نداریم تا بود. حرفای ما خوب پیش میره ده حرف، اما حرف است. اما تلاطم از خطر که فرق داره، چون شیوه مدیریت تلاطم باید یاد بگیریم و اویست که وقتی که شرایط تغییر میکنه زود باید خود عیار کنه. و نقطه کلیدی مدیریت تلاطمی است که باید تشخیصش کنین، تعریفش کنین، طرح واضح برش داشته باشین. اگر 50 سال مرا چیز یاد داده ایست که شرایط تلاطم 50 سال سرش فکر کردیم. من که رفتم که علوم سیاسی بخوانم در پوانتون امریکای بیروت، اینا همیشه از ثبات گپ میزد و جنجال مایی بود که من گفتم از یک کشور با ثبات در تاریخ با ثبات نامدیم. حال رسیدن در مو مرحله که کل ما به ثباتی سر و کار داریم. این تلاطم امکانات نو به وجود میره و بازش به تهدید بدل شده میشه، بازش به خطرات. گواهونه نقطه اول از نگاه تهدید استراتژیک است. تهدید استراتژیک در مرحله اساسی فعلی ما منبع اساسیش تجهیز قوای هوایی و قطعات خاص کماندوی ماست. زیر مدیریت است. در حال حل کردن مشکل هستیم، پیشرفت بسیار زیاد داشتیم. مرحله آخره برتان میگم، چون بدون کنترل آسمان جنگ زمینی مشکل است. ما جنگ نمیخوایم، ما یک از جنگ میخوایم، حالت دفاعی واضح است. نقطه دوم تهدید سیاسی است. آیا اجماع ملی ما میشکنه؟ آیا اجماع سیاسی ما میشکنه؟ این تو سوال بنیادی است. در قسمت اجماع ملی ما شک ندارم که به جای میمون، قابل مدیریت است و از همین خاطر است که میخوام در گفتمان آینده همه شامل باشه. هیچ افغان باید از این گفتمان دور نمانه. نظام سرپوش است. نظام است که در داخل از این نظام تمام بحث‌ها را انجام داده میده. همه ما باید حالت درک کنیم، مشترک بیم و از نگاه سیاسی واضح باشیم. اجماع سرتاسری در هیچ مملکت دنیا ممکن نیست. اجماع ضروری وجود داشته باشه. این لحظه را من لحظه کندی میگم. به این معنی رئیس جمهور کندی یک نطق کرد که تا بال در ذهن امریکا مانده. گفت امروز روز است که شما از دولتتان امتیاز نخواهید. حاضر شوین که برای ملتتان چیزی انجام میدید. اینی لحظه سیاسی ماست. و در این لحظه باید دو چیز قبول. یک اختلاف نظر داریم، جز یک جامعه آزاد است. اما دوم اختلاف نظر ما را فلج نسازه. هر شی یک وقت لریم. خانواده ملی ما باید بفهمه که دردای کوچک خودش تو کنار بگذاره، سر درد مشترک، تهدید مشترک به نتیجه برسه. به دی باندې ټولې کو. یعنی این تهدیدای نیست که موجب مدیریت ما نباشه. نقطه سوم تهدید اقتصادی است. و در اینجا باز چند نقطه کلیدی خدمتتان ذکر میکنم. اول ظرفیت تطبیق ما کافی بلند رفته. شرکت ملی امروز همراه 3000 شرکت کوچک و متوسط خصوصی کار میکنه که پروژه ملیتان انجام بده. در چند هفته آینده انشالله تعالی شما شاهد یک پروژه آبیاری خواهد باشین که 5 چند کمال خان باشه. از ساحه برتان اعلان میکنم. باز یک کانال 60 متری است
افغانستان یکی از کشورهایی است که میتونه چند میلیون جریب زمینه به صورت اساسی تولید نو کنه و اگر آب خودم مدیریت کنیم، کشت خودم مدیریت کنیم، مخصوصا دهقان و باغبان خودم مدیریت کنیم، ما به صادر کننده عمده مواد زراعتی بدل شده میده. اما پول راکت نمانیم. حداقل 2 میلیارد دیگه از کمک‌های بین‌المللی بسیار زود میاد. دیدن یک اشاره ما به وزیر خارجه محترم امریکا 300 میلیون دلار بریتانیا نداد. از نقطه کمک‌های بین‌المللی اطمینان داشته باش. چیزی که کار از کمک‌های بین‌المللی نیست، مدیریت منابع و تعیین اولویات خود ماست که 8 برنامه ملی ما دومه و میخوایم در تمام پانتونای ما، شورای ملی ما، کل ما به یک اجماع برسیم که یک ترتیب واضح باشه و یک بودی نباشه. به این معنی که تنها بگوین یک طرف 4 بوده میگیریم، یا دولت یا مارکت یا صلح یا وحدت ملی. هر 4 از این باید گنجانیده شود به صورت اساسی که مردم خود ببینن. نقطه کلیدی استعمال منابع خود ماست. زمینه صادراتتان برابر شده. صادراتتان از راه کوریدور هوایی در سال گذشته در میوه 30% بالاتر است. صادرات ما در دوره مشخص طالبان، رنگش نمیگم، رنگش شما تعیین کنید. بیا تو خفه نیستی. سپین ده، تور ده، شین ده، خلاص میلیون دلار صادرات درلود. اوس یو سکال 2 میلیارد صادرات ترسیگی. یو هدف اوٹا که 60 میلیارد تا څنګه رسیگو. پس لغنه بیا پا آباد ځوان کو. و امکان صادرات 20 میلیارد داری. تنها صادراتتان به ایران از مواد زراعتی میلیاردها دلار بوده میده. تنها صادرات سنگ مرمرتان با آسیای مرکزی، اروپا، اینا کل کوریدورها آماده شده، رای واضح است و در این نقطه کلیدی پسی است که بی‌وزلو ته توجه کنید. که غواړی د مملکت که آرامی راسي باید بی‌وزلی له منځه لاړ شي. غیر لغنه به همیشه یو مهاجر قوت موجودی چې جګړې ته استخدام شي. مردم امید بدین و هدف واضح ما ای باشه که منابع عایداتی ما مدیریت شه. باید در 4 سال 100% بودجه عادی و حداقل 30% بودجه انکشافی رو بتانید تامین کنید. با او رقم جدی گرفته میشه. اگر نکنید باز جدی گرفته نمیشه. از نگاه عملیاتی مسئله مدیریت است. مطلق منابع، امکانات چی رقم مدیریت میشه و 5 وزارت عمده ما که زیادترین مصرف داره باید به صورت بنیادی اصلاح شد. محیط زیست فراموش کرده نمید. حداقل بر 2 سال آینده باید سر 1 میلیارد درخت به نتیجه برسید. خیبر پختونخوا میره کرده. این به 10 میلیون و 20 میلیون نمیشه. و دوم ارقام ما باید واقعی باشه. خطرون 5 نقطه کلیدی دیگه وجود داره. اول موقعیت طالباست. غلط محاسبه دیر نکی. دوی محاسبه داده چې دوی افغانان دي مگر موږ افغانان نه یو. این فرصت زیادترین فرصت است بر طالبان که جامعه افغانستان اینا رو در آغوش گرم خود بگیره. یا ورځ یا بله ورځ سولې ته رسیږي. بلغنه چاره سته؟ خبرې ما ته زری وکړي. دغه فرصت ده او دلته ضرور ده چې موږ د طالب په دردم پوسو. نن 2 رقم افراطیت راغلی. یو د هغوی افراطیت ده چې نه افغان ګڼي نه مسلمان ګڼي. راست تسلیم را که افغانستان د ما ده، از د افغانستان یم. پالوی ساتوی پر قیمت بانه. اما پیام داده دوی به محاسبه غلطه وکی. غلطه په دی به وکی چې دوی به ویني توی کی.
راغله شل زه خو وایم او هلته مطلق ګلزار صاحب ما غوښتنه د هر طالب جنګیالي نه دا ده چې خپل فکر وکړي فیصله وکړي موږ ته هم ویلې چې ګوډاګیان یي که ګوډاګیان وای نن به هم ویلې چې امریکایان ناتو ووتی لارم په خیر مننه موږ خپله اداره کوو کوم لرزه هم راکې ونیدله ګوډایي خو لرزېږي اوس تاسو نه زه پوښتنه کوم خپل اړیکې له نورو پردیو سره قطع کوی سي که نه افغانستان اوچت منئ یا نور روابط او په دې کې تغییر راځي هر طالب چې فکر لري 2 کاله مخکې به یې په یاد سي 2 کاله مخکې څه وسو طالبان راغلل ښارو ته طالبان راغلل کلي ته یو چا ورته ویلې یو چا ورباندې تومانچه وویستله یو چا ورته ګواښ وکړه مېرمنې ورسره ونه غږېدل والیان قماندانان د یو طالب و یو عسکر زه فکر کوم له زابل نه و عکسونه و فقط کټ مټ 2 ورونه او وړاندیز مې څه ده راسې یو جرګې کې کښېنئ سیاسي جرګه نه ملي جرګه چې ټول افغانان تاسې په درد هم پوه سي تاسې د افغانانو په درد پوه سي 500 راځئ 15,000 راځئ 1000 وارې راسئ او که غواړئ چې په ټولو ښارو کې 4-5 ښارو کې هم دا جرګه ونیسو 1000 وارې چې یو بل سره پوه سو د افغانستان په تباهي کې به د کوم افغان ګټې او راسئ ما خو درته لیکلي دي چې سوله څنګه کېږي او ما ته قدرت مطرح نه ده خدمت مطرح ده اگر میخواین که چرا مثلا دوام جمهوریت و برنامه منظم بر انتقال قدرت به سر انتخابات باورمند هستم آلت بعد از سقوط دکتر نجیب در کل کشور ببینیم چی شد؟ تانستیم نظم در یک روز بیاریم؟ یکی از 4مین قوت هوایی منطقه بودیم چی شد ده یارایی؟ تانکای ما، فابریکای ما، غیره و غیره درس عبرت است درس ملامتی نیست درس عبرت است از اونو خاطر است 22 سرقماندان الله آیا مسئله تعزیر دارم که اولاد من که روزانه قربانی میتن در میدان اعلا کن باید یک پروسه واضح باید وجود داشته باشه صدها بار زیادتر در قلوردایم رفتیم یعنی از احوال سرباز بریدملم افسرم خبر دارم یا ندارم از حکوم خونده بند نمکن است دغلطه ضرور ده و باعث رئیس جمهور خارج قانون اساسی ما کیستم شما کیستیم دولت چی مانا داره خب بدون اصول و قواعد بازی آیا ما میتونیم قانون اساسی واضح است 2 چیز تعدیل شده نمیتونه هویت اسلامی جمهوری اسلامی افغانستان و فصل 2 راجع به حقوق که تنها بهتر شده میتونه اما بدتر شده نمیتونه باقی از قابل تعدیل است در یک بحث آزاد بیاین که صدر اعظم میخواین ریاست جمهوری میخواین نوع حکومتداری برنامه را اولویت را این کلش قابل بحث است دوم شبکه‌های تروریستی افراطی است خواهرها و برادرها بدبختانه امکان یک بسیج سرتاسری از این شبکه‌ها برای هدف گرفتن افغانستان وجود داره چرا؟ اینا هیچ نوع علاقه به افغانستان نداره میخواین افغانستان خرابی شوه تا طرح از اینا که طرح آخر زمان است و دو فکر میکنن که لشکر آخر زمان از خراسان میه و در دبیق سوریه جنگ اخیر خود به دجال میکنه انجام بده فکر ما در این طرح نیستیم داعشی در زابل چی نکرد در کنر چی نکرد نور زایو که څه ونه کړ هره ورځ دوی څه کوي موږ سره دوی د پولې جنګ ده څه لرو یو بل سره هغه ورځ مې شمېر کوو 650
میرمن او ماشومان له 14 ملکونه د داعش نه ایموک توقیف کیوي ما ویل خوسیک ویلګي برته ځینې خپل هغه ملکونه چې هلته پیدا سوي و برته یې نه مني این خطر است از خاطر از این آگاهی عامه نهایت ضرور است ما باید در هر جای آگاه شویم و خود تغییر بدیم تا بده جامعه به صورت اساسی باید بسیج شود که خطر مدیریت کنه ضرورت واضح است که همه ما به افراد امنیتی کشور بدل شیم چیزی را که یک اردوی یک بسیج مردمی کرده میتونه تنها قوای دفاعی و امنیتی تان بر جنگاده متعارف آماده شده اما این یک جنگ است که تمام جامعه را زیر تهدید گرفته در تاریخ بشریت این رقم جنگ کم بود که تمام نهادهای اجتماعی تحت حمله بیاید نو دلته یو لوی خطر ده انشاءالله مدیریت کیږي دریم د پاکستان ده چې مخکې مې درته ویلې چې یو انتخاب سره مخامخ او که یو انتخاب وکړي موږ یو رقم انتخاب کوو که بل انتخاب وکړي موږ بل رقم انتخاب کوو بازم میگم اگه انتخاب صلح پایدار روابط اجتماعی دوامدار روابط اقتصادی مشترک هماهنگی باشه از ما کده شریک بهتر نخواهد یافت اگه انتخاب خدای نکده برای بی‌ثباتی و بربادی افغانستان باشه باز ملت افغانستان تصمیم خود به صورت بازی گرفتن میده زده جلوی تجول سویم او هغه ګټه ما بیانیم په اسلام آباد کې په یاد او په خبرو کې بدلون راغلی په لید کې بدلون راغلی وخت د دې ده چې دا بدلون په اعمالو باندې بدل سي په محتاطانه صورت باندې باید وګورو اما زمان نه دریږي چیزی که در روابط ما با پاکستان فرق داره ایست که صلح و جنگ همزمان امکان پذیر باز نمیشه 19 سال است که پناهگاه وجود داشته حمایت وجود داشته و غیره اما او قوای بین‌المللی بود راههای دیگه بود حرفای دیگه بر پاکستان واضح شده که قوای بین‌المللی برآمد او حرف مطرح نیست باید حرف خود همراه افغان‌ها صاف کنیم حرف صاف که انشالله منافع مشترک باشه امکان پذیر است اما خطر دیگه وجود داره از این باید چشم پوشیدیم ما بر هر دو حالت آمادگی داریم نقطه چهارم دخالت منطقه‌ای است اجماع منطقه‌ای را به صورت اساسی برتان گفتم اما اگر متاسفانه منطقه آماده خروج قوای بین‌المللی نبود یا بیم داشتن یا ترس داشتن یا امید داشتن امروز با یک واقعیت مصادف است و اینجا از تمام از اینا تدبیر میخواد چیزی را که ما قبول کرده نمیتونیم مداخله است از او خاطر پیشنهاد ما به ملت افغانستان چند سال وقت خواهد گرفت ایست که به طرف بی‌طرفی دائمی بریم افغانستان نه دوست دائمی داره نه دشمن دائمی منافع دائمی داره منافع ملی ما را بی‌طرفی دائمی به بهترین شکلش و معنای بی‌طرفی دائمی سلبی بودن نیست معنای بی‌طرفی دائمی است که ما در دعوای دیگه داخل نمیشیم با همه مناسبات نیک میخواهیم اما هیچ کس نه میدان جنگش میشیم نه به رقابت های منفی از اینا نیابتی از اینا افغانا جنگ نیابتی دیگران را انجام داده نمید ما مهد اتفاق شیعه و سنی نیستیم در این کشور هیچ کشور دیگه آزادی رو نداره ما مهد احترام به تمام زبانهای ملی ماستیم ما مهد وحدت هستیم ولی خپل ستونزې په موږ باندې راوړي کدام روز شعار جدایی را بلند کرده بودیم در بدترین حالات هر کدام ما هم از این که هویت کوچک ما چیست
در هویت بزرگ جمهوریت اسلامی افغانستان خود میبینیم. ماده دیو که املوک نه اسلامی اساسی قانون یا بالمملکت لري. دا ټول د وحدت ټکی دی ان شاء الله تعالی په دې باندې راتلی سو، اما خطر است باید مدیریت شد. دلیل اساسی است که سالبین مانده نمیتونیم، بحث اساسی را امرای همه شروع کردیم. برآمدن قوای بین المللی را کشورهای دیگه باعث یک فرصت برای طرحهای کنترل افغانستان یا انعکاس قدرت نرم یا سخت خود در افغانستان نبین. این واضح باشه ما شریک دیگه در آینده به این رقم که در افغانستان حضور نظامی قوی داشته باشه اینا جزء قاموس ما نیست. به اساسی توگه دا مملکت مدیریت کو و مدیریتش به صورت واضح میشه. نقطه آخر خطر ورشکست شدن یا سقوط بازار است. روشنفکر افغانستان طرح اقتصادی واضح برای آینده افغانستان نداشته. شعار سیاسی داشته، طرح اقتصادی نداشته. وقتی که آقای زابلی طرح خود بر افغانستان عملی کرد 30 سال پیش از کره جنوبی بود و عین طرح بود. اگر او دوام میکرد و در سال 1952 کشیده نمیشد سر یک مسئله کوچک، اما زیادترش قشر خانه افغانستان و قشر اقتصادی افغانستان با هم جور نامد. در این مرحله ما منظورم سکتور خصوصی نیست. سکتور خصوصی یک کلمه محدود است. ایجاد یک مارکت فعال است. مارکت فعال قانونی. اقتصاد افغانستان 3 بخش داره. اقتصاد قانونی، اقتصاد جرمی و اقتصاد غیر رسمی است. اقتصاد غیر رسمی را بی‌کفایتی دولت ایجاد کرده. مثال زندهش خانه مسکن است. چون شاروالی های کابل ظرفیت تذیر نداشتن که زمین خطکشی کنن و به صورت عادلانه توزیع کنن، مردم کوه را گرفتن. حالا به یک مشکل عظیم آمد. امی رقم اصناف 1 میلیون نفر اصناف افغانستان نان میتن. اما میفهمین چند سال میگیره که یک آدم مستری شد؟ 5 تا 10 سال. یک چیزی را که در 6 ماه روشن کرده میتون. اقتصاد غیر رسمی باید رسمی شد و اقتصاد جرمی را باید یک طرح واضح داشته باشیم که در اقتصاد رسمی داخل شد. یعنی معنی نیست که اقتصاد رسمی را از این جهت ضرور است که پول را که در افغانستان وجود داره به سرمایه بدل کنیم. افغانستان از پول مشبوس، اما سرمایه نداره. سرمایه معنیش چیست؟ چیزی است که تولید میکنه. صادرات تا نبینین هنگه 200 میلیون دلار صادرات هنگ دارین. هنوز هم عین چیزی است که 140 سال پیش صادر میکرد. اینجا انال یک ضرورت واضح است که اگر از این خطر جلوگیری میکنین یک طرحهای واضح برای انکشاف اقتصاد رسمی، برای داخل ساختن اقتصاد غیر رسمی و برای تفکیک انگیزهای اقتصاد جرمی با وجود بیاید تا ما مردم را جمع کنیم. و کلی از ایده است که پولی که در افغانستان وجود داره باید سفید شد. باید به صورت اساسی را به کار برد. از این جهت ضرور است که در پوانتونای ما یک بحث اساسی سر تولید ثروت بود. ثروت غیر محدود است. شیوه استفاده از این بیایه چون ضرورت در چیست؟ بدون ایجاد ثروت مردم نان و آب و کالا داده میتون، تاثیرشان حمایت کرده میتونین، سطحشان حفاظت کرده میتونین. اینجا ضرورت واضح است که یک بحث ملی، یک گفتمان ملی صورت بگیره که سکتور خصوصی ما اعتماد پیدا کنه. در این مرحله نان او ما به اینا تعلق داره و شیوه دومی است که ضرورت واضح است
که کمپانی‌های دولتی و خصوصی با هم یک جای کار کنند. یک قسمت از این کسایی که بسیار لاف میزنن و در رسانه‌ها ظاهر میشن پول ندارن. گپ میز هر کدامتان اگه 10 میلیون دلار یا 50 میلیون دلار دارین بیاین روی میز بیارین، اگه مذهبا مشکلات برتان رفع نکردم باز ما ملامت. اما با مانای ما که پول دارین باز از دیگه قرض نگیرین، قرض به جای و 5 دست قرارداد نکنین. اینجا هم یک گفتمان واضح به کار از ایجاد ثروت شده میتون. کمپانی‌های کوچک و متوسط توجه کار داره. خطر وجود داره اما قابل مدیریت است. و دلیلی که براتون میگم که خطر وجود داره از خاطر عزیز که یک اجماع اقتصادی کار داره. سر اجماع سیاسی بار صحبت کردیم، سر اجماع اقتصادی صحبت کافی نمیکنه. اتاقای فدراسیون، اتاقای ما، اتاقای مختلف ما، کل از اینا طرحهای واضح دارن، اما خاصتا شاگردای ما، استادای ما باید این بحث داخل شون. کل ما باید سر ایجاد ثروت فکر کنیم. من نه لاوسلینم لکه می وخنده ولی ځکه ایله د ستروسه می زړولی نه او د زړه وخت نه ده، د خندا وخت ده. په ګډه به سره انشاءالله خواندو، اما هغه ورځ به په واقعي توګه خواندو چې افغانستان کې یو باعزته او تلپاتې سوله راسي. هغه ورځ به د افغانستان ملي جشني او دغه فرصت شته له ما نه ټول ولس دې واوري چې دا تحلیل دې دپاره نه ده چې زه غواړم جګړه وکړم، زه غواړم سوله وکړم. انتخاب د نورو ده او دا انتخاب دې په ګټه وکړي، ځکه په جوړولو کې هم د انسان رضایت ده هم د خدای جل شانه. نو راسئ چې له دې فرصت نه فرصتونه جوړ کړو، په طرحو یې بدل کړو، په عمل یې بدل کړو، یو بل ته لاس ورکړو، یو بل ته غېږ ورکړو، یو بل ومن او خاصتا د افغانستان میرمنو ته حق قایل سي. موږ شاته نسو تللی. مخکې تګ معنای دا نه ده چې خدای ناکرده دوی له خپل عقاید و اصولو دې نه وځي. قطر کې د طالبان څومره کاله دي، د قطر د پوهنتون اکثریت د محصلین میرمنې دي. قطر کې منئ. پاکستان کې کېناستلي. پاکستان د قضا ژبه عدلي ژبه انګریزي ده که نه ده؟ انګریزي قانون لام اساس د قوانین دي که نه دي؟ نورو ممالکو یک منئ. دومره ډارېږئ له خویندو نه، دوی ته هم په قدر وګورئ او ویې منئ، یا ویورئ چې ومنئ چې مساوات لري، حقوق لري. له دوی نه بهترې ښځې په نړۍ کې نشته. د افغانستان په ښځو ویاړم. تل دې وي افغانستان، زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان. خیر.